اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز با هم در یک موضوع جالب صحبت میکنیم که خیلی ها در حیات زن و شوهری از آن بیخبر هستند یا بعضی ها در این مسئله خیلی زیاده روی میکنند و حتی به گناه غوطه میزنند. آن هم مسئله دروغ گفتن در حیات زن و شوهری. البته میدانیم که دروغ در شریعت از گناه‌های کبیره می باشد و دروغ انسان را به فجور ثم به دوزخ می کشاند. ولی گاهی می شود که علل خصوص در حیات زن و شوهری دروغ نگفتید نمی شود. ولی بعضی ها گمان می کنند وقتی که دروغ گفتن در شریعت جایز است، یعنی بین زن و شوهر، در این وقت ما در همه حالت می توانیم دروغ گوییم. علل خصوص مردها وقتی که زنی دوم یا سیوم دارند یا در بعضی از مسئله های خصوصی خود خیلی زیاد دروغ میگویند و فکر میکنند که باکی ندارد. بعضی از زنها نیز میگویند دروغ گفتن برای شوهر باکی نداشته است و ما در این باره شنیدیم که این دروغ سفید بوده است. بیایید ببینیم که آیا در شریعت دروغ گفتن بین زن و شوهر تا چه اندازه جایز بوده است. در ما حدیث در صحیح مسلم هم هست، در ترمذی هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا یحل الکذب الا فی ثلاث یحدث الرجل امرأته لیرضیها والکذب فی الحرب والکذب لیصلح بین الناس. دروغ گفتن فقط در 3 حالت حلال می باشد. اول، دروغی که شوهر به زنی خود می گوید تا اینکه زنش را راضی کند و برعکس این، یا دروغی که زن به شوهرش می گوید. دوم، دروغ گفتن در وقت جنگ. سوم، دروغ گفتن در بین اصلاح کردن مردم یا دروغ گفتن برای آشتی کردن بین نفرانی که قهری هستند. بیایید حدیث را از نزدیکتر ببینیم. اینجا در 3 حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ را حلال گفتند که این دروغ را بعضی از علما میگویند کذب الابیض، دروغ سفید. اولا درباره جنگ. برای چی در جنگ دروغ گفتن اجازت بوده است؟ برای اون که دشمن تعداد لشکرها را نداند و پناهگاه مسلمان ها را نداند و تا چه اندازه اسلحه دارند، تا چه اندازه آماده شدن اینها را نداند. در این وقت به دشمن دروغ باشد هم ما تعدادمون خیلی زیاد یا برعکس خیلی کم، یا اینکه ما از این راه و از آن می رویم گویان دروغ گفتن جایز است که در حدیث های دیگر آمده است الحرب خدعتون، یعنی جنگ این یک خدعه است، می توان در جنگ بعضی از نیرنگ ها را استفاده کرد. دوم، دروغ گفتن برای بین مردم اصلاح کردن. معنای اصلاح کردن اینجا آشتی کردن می باشد. اگر 2 نفره که با هم جنگی هستند یا قهری هستند، بین آنها آن چیزی که درباره یکدیگر به دیگران میگویند آمده حقیقتش را خبر دادن گیریم، دشمنی آنها افزودن میگیرد. و اینجا خبرکشانی که بین مردم فساد کردن و جنگ انداختن را دوست می دارند، فلانی تو را این گفت، این گفتگویان راستی گپ را خبر آوردن می گیرند و آن 2 نفر شاید تمام عمر هم دیگر آشتی نکنند. اما یک نفری که در حقیقت بین مردم صلح و آشتی را می خواهد، وقتی اگر نشنیده باشد هم من شنیدم که فلانی شما را خیلی دوست می دارد، از خطاگیش پشیمان است، اصلا او می خواهد معذرت پرسد ولیکن دیگر رویش نمی شود گویان دروغ گوید و آنها را آشتی کناند، اینجا قهرگی از بین می رود. برای همین در حدیث دیگر آمده است که لیس الکذاب من یصلح بین الناس، کسی که بین مردم آشتی می اندازد هرگز کذاب حسابیده نمی شود. برای همین اگر این مسئله رو خیلی ها در حیات شخصی خود یا در بین عائله ها استفاده کنند و بجای از این به آن خبر کشیده 2 نفر رو جنگ اندازانیدن، برعکس
فلانی از کارش پشیمان است، فلانی شما رو دوست می‌دارد، فلانی اصلا از این کارها خیلی خیلی خسته شد و می‌خواهد دیگر تمام این قهرگی رو به آخر رساند گویند، شاید که خیلی زیاد از عائله ها با هم دوست می‌شوند. برای همین در این حالت هم دروغ گفتن را پیامبر اجازه دادند تا اینکه بین مردم صلح و آشتی زیاد شود. و سوم حالت این دروغ گفتنی مرد به همسرش و دروغ گفتنی زن به شوهرش. عزیزان، همین مسئله را بعضیا خیلی که گفتیم گمان میکنند همیشه میشود به زن خود دروغ گفت و یا همیشه می شود به شوهر خود دروغ گفت، ولیکن تمام علما اتفاق هستند که این مسئله دروغ گفتنی که در این حدیث آمده است در مسئله اظهار کردن محبت می باشد و وعده های هست که انسان اگر آن وعده را دهد هم گناهکار نمی شود. و وقتی گفتیم برای قوی کردن محبت بین زن و شوهر اگرچه در قلب نباشد هم به زبان آورند، مناسبت زن و شوهر قوی می شود. مثل اینکه مرد به آن اندازه که می گوید همسرش را دوست نمی دارد، یا اینکه همسرش به اندازه که مرد میخواهد خوشرو نیست، زیبا نیست، ولیکن میگوید خیلی تو رو دوست میدارم، تا آخر عمر میخواهم در کنارت باشم، یا اینکه خیلی زنی زیبا هستی. البته مرد میداند که در اصل چنین نیست، ولی برای اون که با همسرش عاطفه اش و یا رابطه‌اش قوی شود. برعکس این هم زن خودش میداند که شاید پس از تولد کودک، شاید پس از یک حالتهای دیگر شوهرش را مثل پیشتر دوست نمی دارد، ولی میگوید برای من یگانه هستید، خیلی شما را دوست می دارم. یعنی با این نمود تعریف و یا اظهار محبت که شاید در اصل با این مبالغه در قلب زن نباشد، شوهرش را به خود جلب می کند. و عجیبش این است که در این مسئله بسیاری ها میگویند نه، من هرچی که در قلبم هست همان رو میگویم، من دروغچی بودن نمیخواهم. ولیکن دروغگویی در این مسئله نیست. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوص در وقت اظهار کردن محبت یا بعضی از تعریف هایی که در شوهر نیست و آن را میکنید، یا بعضی تعریف هایی که در زن نیست و شوهر آن را میکند اجازه دادن. و یکی از علما رو به نزدیکی گوش میکردم، میگویند حل مشکلی اساسی بین زن و شوهر در آن است که شوهر هر خطایی داشته باشد هم، هر صفتهای بد داشته باشد هم، زن تا تواند شوهرش رو تعریف کند. و خودی گوینده میگویند من خود که مرد هستم میدونم مایان مردها مدح رو دوست میداریم، یعنی دوست میداریم که در چشم همسرمون یک مردی خیلی برومند و با ابرو باشیم. برای همین هر وقتی که زن شوهرش رو شما خیلی قوی هستید یا خیلی شجاع هستید و از این چیزها میگوید، محبت مرد به زن زیاد می شود. و برای همین این دروغی که در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای زن و شوهر اجازه دادن، این دروغ در همه مسئله ها، در مسئله خرج پول، در مسئله در کجا بودی، در مسئله مثلا برای آینده چی نقشه داریم، درباره اینها دروغ گفتن رو هرگز در نظر ندارند. برای اون که بعضی ها تمامی مسئله های اقتصادی خود رو با گپ دروغ به زن خود میگویند، یا بعضی زنها اگرچه پول داشته باشند هم، اگرچه بیمار نباشند هم، دروغ من بیمار هستم گویان از شوهر خود پول میگیرند، یا دروغ من پول ندارم و فرزندم پایافزال ندارد گویان از شوهر خود پول میگیرند، اون رو به عائله خود صرف میکنن یا برای خود خرج میکنن و گمان میکنن که این دروغ جایز است، در حالی که این مسئله اتفاقا حرام است که در غیر اظهار محبت کردن، یعنی با زبان دوست میدارم و تعریف کردن، در غیر این دروغ گفتن در دیگر مسائل کلا هم با شوهر هم با دیگران حرام میباشد. اینجا روایتی آوردگی هستند که باره مرد به زن خود در زمان خلافت عمر خطاب رفته میگوید تو را به الله قسمت میدهم، او را مرا دوست میداری یا نه؟ نمیدونم، شاید مرد از محبت شوهر زنش شک کرده باشد. سپس زن میگوید
اگر تو مرا به الله قسم داده باشی من دیگر هیچ چیز گفته نمیتوانم، راستی گپ را میگویم، من تو را دوست نمیدارم. سپس این مرد دویده به نزد امیرالمومنین عمر خطاب می آید و میگوید یا امیرالمومنین ببینید که من چیکار کنم. وقتی زنم را پرسیدم که آیا مرا دوست می‌داری یا نه، زنم به من گفت که من تو را دوست نمی‌دارم. در این وقت حضرت عمر آن زن را جیغ می‌زنند و میگویند به شوهرت چرا من تو را دوست نمی‌دارم گفتی؟ آن زن میگوید امیرالمومنین شوهرم به من قسم داد، به من گفت تو را به الله قسمت می‌دهم آیا مرا دوست می‌داری یا نه. من که قسم را شنیدم دروغ نگفتم، راستش را گفتم که من او را دوستش نمی‌دارم. در این وقت حضرت عمر میگویند نه دروغ گو، نه اگر دوست نداری هم من تو را دوست می‌دارم گو، برای آنکه لیس کل البیوت تبنی علی الحب، نه همه خانه ها با محبت پایدار هستند. خانه هایی هست که در آن محبت عشق حقیقی که همه گمان میکنیم وجود ندارد، لیکن خانه است، عائله هست، همه خرسند هستند، احترام وجود دارد، فرزندها هستند. برای همین عشق نیست، محبت نیست. گویان من تو را دوست نمیدارم، گویان خانه را ویران نکن. مایان مسلمان ها به خاطر اسلام و به خاطر عائله بنا کردن و فرزندها با هم زندگی میکنیم. یعنی معنای این روایت عمر خطاب در آن است که حتمی نیست هر یک زن غرق محبت شوهرش باشد، هر یک مرد غرق محبت زنش باشد. گاهی می شود که محبت هست، احترام نیست. زن و شوهر آنقدر بالای همدیگر من خیلی عشقم هست و خیلی من رشک دارم گویان زندگی همدیگر رو جهنم میکنن. اما انسان های هم هستند که به خاطر اون که شاید در طلب علم مشغول هستند یا در کارهای اختصاصی خود در طبیبی و در نویسندگی و کارهای دیگر مشغول هستند، اونقدر برای محبت زیاد را در قلب جای کردن وقت ندارند، اما آنگونه احترام دارند و تا اندازه همسر خود را دوست می‌دارند که عائله‌شان یک عائله نمونوی میباشد. انا اینها را اگر پرسیدند، مثلا یک مردی که همیشه به کارهای علمی مشغول است به ضمن این همسر هم دارد، خودش هم میداند که علم را یا کتابخوانی را از زنش زیادتر دوست میدارد. اگر زنش پرسید که مرا دوست میدارد یا کتابخوانی را، البته که مرد کتابخوانی را دوست میدارد، اما این را به چهره زنش نگاه کرده گوید جنگ و جنجال میشود و حتی که شاید زن راضی شود که شوهرش را ترک کند. انا در این وقت البته از کتاب پیشتر من تو را دوست میدارم گفتن یا اینکه برای من از همه چیز بهتر تو هستی و این چیزها رو گفتن رو دروغ حسابیده نمی شود. انا در همین حالت ها دروغ رو اسلام بین زن و شوهر اجازه می دهد. یا بعضی از زنهای هستند که پس از تولد کودک میگویند اکثریت محبتم به فرزندم هست، دیگر گویا که برای شوهرم در قلبم جای نمانده است. اگر این رو به چهره شوهر گویند، شاید همان لحظه شوهر به خاطر این سخن دیگر از همسرش دلخون شود و حتی به طلاق راضی شود. ولیکن این را نباید زن به شوهر گوید، نباید بگوید که من به خاطر فرزندانم دیگر به شما مهر ندارم، یا اینکه من به خاطر فلان یک گناهی که کرده بودید دیگر مثل پیشتر شما رو دوست نمیدارم. البته در این وقت دروغ گفتن، اگر دوست ندارد هم خیلی خیلی شما رو دوست میدارم و محبتی من دارد هر روز می افزاید، یعنی اظهار سخنهای پر محبت گفتن رو اسلام برای زنها دروغ باشد هم و این چنین برای مردها دروغ باشد هم اجازه می دهد. اما مسئله های دیگر عزیزان چگونه که گفتیم بعضی ها تمام زندگی خود را بر اساس دروغ برپا میکنن. از اول زندگی در همه چیزها مردها دروغ میگویند، یا بعضی زنها همه مسئله را با دروغ دیگر حل میکنند. اینجا سبب چی باشد؟ برای چی با این دروغ یک نفر میخواهد با شریک حیاتش زندگی کند؟ البته که سبب‌های دروغ بین زن و شوهر خیلی زیاد است. یکی از سبب‌های دروغ زنها علل خصوص در آسیا گویم یا گفتیم در آسیای میانه، در تاجیکستان و ازبکستان و این کشورهایی که اساساً زنها از شوهر خود میترسند و قوه اساسی در مردها هست و اکثریت زنها
به خاطر یک ترس خود از شوهر میتوانند خیلی خیلی سخنهای دروغ رو هم گویند. دروغ در زنها زیاد دیده می شود و سبب اساسیش هم این ترس از شوهر می باشد. یعنی زنی که تا اندازه از شوهری خود می ترسد و از جنگ و جنجال‌های خانگی دیگر دودش به فلک برآمده است، دیگر عموما طاقتش هم طاق شده است، او هر لحظه آماده است که سخنی دروغ گوید فقط به جنگ و جنجال خانوادگی راه ندهد. برای همین اکثریت عائله هایی که در تاجیکستان و در کشورهای همسایه ما هست و زنها دروغ میگویند، اول سببش اون ترس از شوهر می باشد یا ترس از رشک از حد گذشته شوهر که به همه چیز رشک میکند، حتی برای به نزد طبیب رفتن، حتی با خویش و تباری که آنها صله رحم هستند به تقا بچه و عمک بچه خود سلام ندادید، علاجش نیست. با او از کودکی بزرگ شدید، چی می شود یک بار بزرگ شدید و به سلامش علیک ندهید. در این وقتها حتی به خویش و تبار خود سلام داده باشند هم، یا اینکه به دیداربینی یگان خویش و تباری خیلی در بستر مرگ بوده رفته باشند هم میگویند من سلام ندادم، من نرفتم و سبب اساسیش هم ترس از شوهر می باشد. برای همین مردهایی که از دروغ گفتنی همسر خود شکایت میکنند و میگویند من چیکار کنم که خیلی زیاد دروغ گپ میزند، دیگر من اثبات کنم هم در دروغش بردوام است. اول باید فکر کنند که شاید در حقیقت بد اخلاق است زن، یا اینکه از کودکی به او حرام بودن دروغ را نآموختند و او دیگر با دروغ بزرگ شده است و گمان میکند همیشه باید با دروغ زندگی کرد. اما شاید هم این باشد که خود همین مرد با آن تشدد و سختگیری و خشینی خود، با آن میزنم و میکشم و طلاق را میدهم خود، زن را به جای آورده باشد که از ترس دیگر همیشه دروغ گوید. و حتی خواهر به نزدیکی تلفن کرد، با من زنگ زد، در صحبت بود، بیچاره یک 5-6 کودک دارد، با گریه سخن میکند، میگوید من میخواستم به دیداربینی مادر بزرگم روم، به جای اینکه تقایم بیاید و مرا به خانه مادر بزرگم برد، مرا پسر تقایم برد و من این را مدت چند سال از شوهرم پنهان کردم، برای آن که اگر من گفتم که به ماشینه پسری تقایم من سوار شدم، در حال شوهرم گمان میکند که من یگان رابطه نامشروع با او دارم. برای اون که شوهرم خیلی بدرشک است و مثل بیمار به همه میتواند مرا تو با فلانی معشوق هستی گویان تهمت زند و مدت هاست که من این سر را پنهان میدارم و از اون میترسم که این دروغی که یک بار گفتم جزایش چی باشد. یعنی خواهرک به زمی اون که همراهش 2-3 کودکش بود و اون پسر تقایش هم در نزدش فرزند بود و در یک ماشین فقط از این خانه به اون خانه رفتن که کمی دورتر است، میگوید من از ترس فقط رشک از حد گذشته شوهرم همینجا رو دروغ گفتم. و زنهای هم هستند که میگویند بخیلی شوهرم، خسیسی شوهرم سبب میشود که من دروغ گویم، من علاج ندارم، به خود برای حتی چیزهایی که خیلی ضرورت دارم پول گیرم، شوهرم به من پول نمیدهد، مجبور هستم که گویم فرزندت بیمار است، مجبور است که پول گیرم و حتی یعنی دزدی کنم و به او چیزی نگویم، که این مسئله وسیع است، دربارش باز صحبت میکنیم، یعنی نپرسیده درباره گرفتن پول شوهر. پس ترس از شوهر، ترسی که یا خیلی شوهر گفتیم بدرشک است یا انسانی بدخوی هست که یک مسئله کوچک رو خیلی بزرگ میکند و او طاقتی با مشکلی روبرو شدن رو ندارد. یک مشکلی رو اگر زنش به او گفت، او آن مشکلی رو از حد زیاد میکند، سبب میشود که زنها گپی دروغ زنند. برای همین خیلی در این مسئله خانمای محترم، خواهران عزیز، باید در این مسئله خیلی فکر کنیم، نگذارید که ترس از شوهر سبب شود که تمام عمر زندگی مشترک شما بر دروغ برپا شود. و این الکذب یهدی الی الفجور و این الفجور یهدی الی النار. انسان را دروغ ها به فجور میبرد، یعنی به گناه های کبیره میبرد و گناه های کبیره انسان را به دوزخ میبرد. مسئله دیگر عزیزان، این برعکسش هم میشود. گاهی میشود که بعضی از مردها، البته در تاجیکستان ما
مردها خیلی کم هستند، ولیکن هستند مردهایی که از زن خود میترسند و بسیار چیزها رو دروغ میگویند. حتی کمکی که به مادرشون کرده اند دروغ میگویند و میگویند نه من اون چیز رو به تو گرفتنی بودم، مادرم از دستم کشیده گرفت. یا هر چیزی که هست حقیقتش رو نمیگویند و دروغش رو میگویند. در این حالت هم البته مرد گناهکار می شود و نباید تا اندازه از زن خود ترسید که همیشه به او دروغ گفت. البته با راهی دیگر اینجا مرد میتواند بگوید که در این مسئله با من کردار نشو، یا اینکه بگوید که تو حق نداری در این مسئله از من پرسی، در این مسئله با تو من صحبت کردن نمیخواهم، مسئله شخصی است، مسئله عائلوی است. و چی لازم برای یک مرد که مرد است دروغ گوید به خاطر ترس از همسرش. مسئله دیگر عزیزان، این مسئله که اینجا هست حتما باید بدانیم این است که بعضی از مردها حقیقت رو به زن خود نمیگویند، نه به خاطر اون که از زن خود میترسند، به خاطر اون که ترس به زن خود دارند. معنای ترس دارند بالای زن خود، این معنایش این است که این گونه مردها میگویند اگر حقیقت رو گفتم همسرم بیمار می شود، اگر حقیقت رو گفتم همسرم غضبی می شود، در وقت غضبناک شدنش او دیگر مثل دیوانه است، هر بلای بالای سر خودش آورده می تواند. و علل خصوص در مسئله همسر دوم داشتن یا یگان فرزند از همسر دیگر داشتن یا یگان مسئله هایی که مربوط به زنی دیگر هست، در این مسئله اساس پنهانکاری مردها در آن است که میترسند از زنی خود، چون نه از اینکه او مرا میزند یا من از او خوف دارم، نه از اون جهت میترسند که زنی من تا اندازه اعصاب خرد دارد یا گفتیم اعصاب ضعیف دارد که تحمل این سخنها را ندارد. برای همین مردهایی هستند که حتی طول 20 سال، حتی طول 10 سال و 15 سال دروغ گپ میزنند و به زن خود درباره عائله دیگر صحبت نمی کنند. برای همین خواهران عزیزی که میگویند چگونه شوهر من مدت ها دروغ گفت، باید بدانیم که شاید سبب در ما بود. شاید ما در حیات خود بعضی از خاراکترهای خود را به شوهر نشان دادیم که شوهر میگوید اگر من این حقیقت را گویم این آخری عمر همسر من می باشد و این او را به خودکشی یا بیماری های دیگری روانی می رساند. پس اساسی دروغی که بین زن و شوهر می شود، یعنی دروغی که در اظهار محبت نه، ما گفتیم دروغ در وقت اظهار محبت کردن و همدیگر را تعریف کردن بین زن و شوهر حلال است. دروغ هایی که با زندگی شخصی رابطه دارد، با مسئله های اقتصادی پولی و مالی رابطه دارد، در مسئله های حتی بیماری رابطه دارد، این دروغ ها اولش سببش ترس از شوهر یا ترس از مرد می باشد. پس اینجا دروغ گفتن بین زن و شوهر سبب اساسیش این ترس از حد گذشته زن از شوهر یا برعکس ترس از حد زیاد مرد از همسرش، اون هم ترسی اون که زن شاید بالای خود یگان بلای بیارد یا اینکه زن کاری را کند که دیگر یک عائله تمام عمر پشیمان شوند و خود مرد را متهم کنند که تو سبب شدی که این زن خود را به این حالت رسانید. برای همین خواهران و برادرانی که در زندگی مشترک از دروغ گفتن شریک حیاتی خیلی خیلی در حیرت هستند که چرا دروغ میگفته باشد و تأسف هم میخورند که آخر برای چی دروغ میگوید. وقتی که ما هر دو زن و شوهر هستیم عزیزان، شاید مشکلی در خود ما هست، تا اندازه اون طرف را ترسانیده ایم که اون طرف دیگر میگوید بهترش دروغ گویم از اون که با راست زندگی را تلخ سازم. البته سبب دیگرش هم هست. سبب دیگر این است که انسان میداند که شریکی که با او زندگی دارد یعنی همسرش اونقدر ضعیف و ناتوان است که طاقت شنیدن مشکلی را ندارد. برای همین علل خصوص در مسئله فرزندان مادرهای هستند که میگویند اگر من مشکلی یا کمبودی های فرزند خود را با شوهرم در میان گذارم، شوهرم یک و یک باره به داد و فغان شروع میکند یا مرا به زدن و یا کودکان را به زدن و دیگر لطکوب شروع میکند. برای همین اکثریت مشکلی های فرزندان را من خود به خود در
تنهاگی حل کردن رو ترجیح میدهم از آن که به شوهرم گویم و او را عصبانی کنم. و زنی بیچاره شاید مدتی 60 سال و 70 سال مشکلی های کودک را تنها به تنها تا آخر عمر حل کند و همیشه به شوهر سخنی دروغ گوید. مشکلی هست، مشکلی نیست، چیزی هست، چیزی نیست. یعنی دروغ به سبب آن که میداند که شوهر طاقت حل مشکلی را ندارد و برعکس برای حل کردن مشکلی را برعکسش هم هست. مردهای زیادی هستند که مشکلی های زیاد را خودشان حل میکنند و همیشه تاکیدشان مادرتان نفهمد، کاری کنیتان که به گوش مادرتان نرسد و مردی بیچاره خیلی زیاد از غمها رو تحمل میکند اما به زنش چیزی رو اظهار نمیکند، برعکس وانمود میکند که گویا که مشکلی در میان نیست. سببش هم در آن است که مرد خیلی خوب میداند که زن او نفری نیست که مشکلی رو شنیده هضم کرده تواند. برعکس مشکلی رو میشنود و از حد زیادتر میکند یا دویده رفته به نفران اطراف خبر میدهد یا کاری رو میکند که مشکلی برای حل شدن برعکس بزرگ شدن میگیرد. انا برای همین هم وقتی در حقیقت ما خودمون مشکلی رو حل کردن نمیتوانیم، حداقل طاقت شنیدن اون رو داشته باشیم تا اینکه طرف مقابل به ما دروغ نگوید. و خیلی زیاد فرزندها نیز عیناً با همین مشکلی زندگی میکنند که تماما بحث جداگانه است. کودک دروغ میگوید، غمهایش رو پنهان میکند، پرابلمهایش رو با همون کودکیش با همون عقل محدودش و جسم محدودش حل میکند، برای اون که او میگوید من اگر این رو به پدر و مادرم گفتم مشکلی از اون که هست بزرگتر میشود اما حل نمیشود و این سبب می شود که کودک بیچاره تمام عمر مشکلی هایش را یا با بیگانه ها یا خود به خود یک علاج کرده حل کند. البته راه های دیگر هم هست. بعضی انسان هایی که نقصان دارند و کمبودی دارند مشکلی خود را از طریقه دروغ گفتن یا کمبودی خود را از راه دروغ گفتن حل کردن می خواهند. پس اینجا نتوانستن حل کردن مشکلی و یا اینکه مشکلی را به جای حل کردن اون رو زیاد کردن و تحمل مشکلی ها رو نداشتن سبب می شود که نه فقط زن و شوهر از هم دیگر، حتی فرزندان و دیگران هم از ما مشکلی ها رو با سخن دروغ پنهان کنند. و البته این رو هم میدونیم که وقتی که طرف مقابل به دروغ گفتن عادت میکند و همه چیز رو برای اون که ما تحمل کردن نمیتوانیم یا اینکه ما اون رو میگیریم و از حد زیاد مشکل تر میکنیم، وقتی دروغ رو با همین پی در پی آورده میگیرد دیگر در زندگی گویا که معنای راستی نمیموند. و زن و شوهر وقتی با دروغ زندگیشون رو دوام میکنن دیگر برای راستی در آن خانه جای نمیموند و رفته رفته حتی به خیانت هم خواه شوهر خواه زن میتوانست دست زند. چگونه که گفتیم دزدی کردن مال شوهر هم مثل دیگر دزدی ها هست اگر از حدش گذرد، به خاطر شکم سر کردن و پوشیدن نه از حدش گذرد. زنهایی هستند که دزدی میکنن که این دروغی اساس است. ببخشید زنهایی هستند که دزدی میکنن در حالی که بالای دزدی هم سخنی دروغ است، هم ناحق پول شوهر را گرفتن است، هم باز مسئله های جدی خطرناک دیگر می باشد. برای همین در وقت زندگی را بنا کردن، علل خصوص زن و شوهر بارها هم این را تاکید کرده بودیم، باید با هم عهد و پیمان کنند که ما تا حد با دروغ زندگی را نمی سازیم که کلی حیات ما بر اساس دروغ بر دوام رفتن گیرد و اگر در یک دیگر کمبودی را دیدیم اون را اصلاح میکنیم و مسئله هایی که مسئله های حیاتی، مثلا مسئله های شخصی مثل به پدر و مادر رابطه دار یا به عائله خود رابطه دار یا بعضی از خطاگی های اشتباه های کوچکی در جوانی شده بود، در این مسئله ها اصلا صحبت نمی کنیم برای اینکه صحبت کردن در اون مسئله ها به درد کسی نمیخورد. اما دروغ گفتن این مسئله باید جدی حل شود. مرد هم اگر در مسئله صحبت کردن نمیخواهد باید به زنش بگوید که همسری عزیزم نگذار که به تو دروغ گویم، اگر حقیقتش رو گفتم از من میرنجی، برای همین مسئله بگذار پنهان بماند. زن هم در بعض مسئله ها بگوید که یا به من وعده دهید که مسئله رو حل میکنید گوش کرده یا اینکه بهترش که
اگر گوش کردید و مشکلی رو از خودش هم زیاد میکنید، من آن رو نگویم، یا اینکه نگذارید که به خاطر شما شده من سخنی دروغ گویم. یعنی زنهای زیاد اساسی دروغشان گفتیم از ترس از مرد می باشد. برای همین اینجا باید بدانیم که جان یک نفر رو گیرنده الله می باشد، عزت یک نفر رو دهنده الله می باشد، خوار و ذلیل کننده این پروردگار می باشد. نباید به خاطر شوهر تمام سخنهای ما به دروغ آمیخته باشد و نباید به خاطر زن مردها حیات خود را بر اساس دروغ دوام دهند و با دروغ زندگی خود را گذرانند. حتما باید اینجا حد و حدود دروغ را بدانیم. البته چگونه که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث رجل امرأته و حدیث المرأة زوجها این را اجازه دادن که شما می توانید در وقت اظهار محبت و اظهار وعده های پر محبت برای آینده، نه وعده برای اون که با تو خانه میخرم و ماشین میخرم و این چیزها، این که با تو همیشه میمونم، محبت تو همیشه در قلب من میموند، با این چیزها محبت همدیگر رو قوی کنید، چون زنها و البته مردها هم نمیتوانند زندگی کنند با نفری که میدونند که اون نفر نسبتشون هیچ علاقمند نیست. اما اینکه یک مشکلی که در حقیقت هست اون رو تماما بر دروغ به دیگر نفر قصه کردن یا حالتهایی که باید حقیقت در اینجا آشکار شود به کسی نگفتن و حقیقت رو با یک قصه دروغین آمیخته کرده گفتن. البته این دروغ‌هایی هست که نه شریعت اجازه می‌دهد نه عقل سلیم با این گونه انسان‌ها زندگی کردن رو خواهش میکند. و مسئله دیگر این است که گاهی می شود که بعضی از مردها همه میدانند یگانه پدری خانه یا سردار خانه از یک مسئله بیخبر است، یا اینکه همه میدانند فقط مادر بیخبر است. یعنی همه یک قصه رو، یک مسئله مهم رو از سردار خانه یا پدر یا مادر خانه پنهان میکنند و به جای این یگان گپی دروغ میزنند. و البته که سبب اساسیش هم شاید بیماری آن نفر باشد، شاید عصبانیت آن نفر باشد، شاید ضعف آن نفر باشد که همه میدونند که به این نفر این مسئله ها رو گفتیم مسئله خیلی خیلی از بودش هم جدی تر می شود. برای همین هرگاهی که نفر با ما سخن کرد و در وقت صحبت کردن سخنی دروغ گفت، علل خصوص زن و یا شوهر، اول شده آن نفری صحبت کرده استاده را نه بیاید خودمون رو ملاحظه کنیم، ببینیم که مشکلی در چی است که آن نفر به ما گپی دروغ زده استاده است. شاید این ما هستیم که آن نفر را مجبور به دروغ کرده استادیم. شاید این ما هستیم که طاقت تحمل کردن حقیقت را نداریم و دیگران به ما قصه سازی میکنند. البته حتمی نیست قصه تلخ را تلخ کرده گویم، چگونه که میدونیم وقتی که خطا نکنم هارون الرشید بود، خواب میبیند که تمام دندانهایش ریخته است، یک طبیب رو معبر خواب رو جغ میزنند، معبر میگوید تمامی خویشاوندانت میمیرند فقط تو میمانی و دیگر پادشاه میگوید گردن این معبر رو بزنید و معبری دیگر میآید و میگوید تو از تمامی خویش و تبارت دراز عمرتر هستی، ریختن دندانهایت و اون از آن میگویند که تو از همه خویش و تبارت دراز عمرتر هستی و به او یک جایزه میدهد. وقتی نفری که در نزدش بود وزیر میگوید مگر هر دو خواب یک تعبیر نداشت، چرا یکی را نابود کردید و به دیگر جایزه دادید؟ میگوید آره یک تعبیر داشت اما طرز گفتن دیگر بود. اون با یک لحن صحبت کرد که همه خویش و تبارت میمیرد، دیگری گفت تو دراز عمرتر هستی. پس در وقت قصه رو گفتن هم می شود قصه رو خفناک کردن، واهمه کردن، قصه رو کمی رنگ و بار داده و کمی سبکتر کرده گوییم. یا حتی وقتی بعضی سخنهای راست رو می گوییم که شنیدنش تلخ است، طرز گوییم که این گونه سخنها، این گونه قصه ها به دیگرها هم رخ می دهد. اما اینکه راست رو عموما تحمل نکنیم و طرف مقابل تمام حیاتش با ما با سخن دروغ زندگی کند یا ما خودمون با طرف مقابل همیشه دروغ گفته زندگی کنیم، این گونه زندگی آخرش وای است، خیانت است، دروغ است، نابود شوی برکت می باشد. پس عزیزان نه همیشه همه چیز در زندگی زن و شوهر باید راست باشد، علل خصوص در اظهار محبت، در
تعریف کردن زن یا تعریف مدح و ستایش کردن شوهر دروغ در اینجا باقی ندارد. یعنی از حد زیاد میتوانید مدح کنید یا ستایشش کنید یا تشکرش کنید، اما در دیگر مسئله هایی که به اقتصاد، به آینده، به فرزندان، به بعضی از گذشته هایی که در حقیقت رابطه دارد به زندگی، اگر نگفتیم نمیشود. در اینجا باید جسور باشیم، از گفتن راست هرگز هراس نداشته باشیم و این را بدانید که میوه راستگویی ثمره دارد و شیرین است و شیرینی آن تمام عمر برای خودتان یک لذت میدهد که فخر میکنید که من توانسته بودم نترسیده سخن راست را گویم، یا اینکه توانستم که بگویم در این مسئله من صحبت کردن نمیخواهم چون اگر راستش را گفتم مشکلی زیاد میشود. این بود برنامه امروزه ما، با امید آن که راستی و راست قولی در خاندان یکایک شما حکم فرما باشد، ولیکن در مسئله های اظهار علاقه و محبت گاهی برای قوی گشتن رابطه ها بعضی به دروغ ها هم شما راه دهید که این در شریعت اجازه هست. شما را به الله می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.